آهنگری کسب دوم دلشاد اصلانوف است، چون باید پیشه اجدادیش را ادامه دهد. پدر و بابا و بابا کلانش آهنگر بودند و شاگردان زیاد پروردند. کسب رو راستیگه و خودسالگی میکردم دوست میدم. برای این کسب رو من آموخته رونق داده ایستادیم که برای این کسبی پدری بابای ما اولادی ما گم نشود. وعده دادگی من به پدرم که کسبی بابای ما گم نشود. گفتم برای همین تو به خاطر اون پدرم خیلی ایستادیم این کسب رو. استاخانه دلشاد در دهه 8 ناحیه 8 قرار دارد و حالا چون موسم کشت و کار بهار است، برای آماده کردن کلان درخواست‌های زیاد گرفته است. او میگوید برای آسان شدن کار دهقان از صبح تا شام در آتش سوزان آهن را گداخته با بالغه سفته و تنوگ میسازند. مثلا از خیتای هم همین کلاندا آمد، از دیگر دولت آمد، لیکن با طلبات برای همین خود ما بسیار نسبتی ما صفتش پاست، کاراش مستحکم نیست. دهه 8 را از قدیم مکان آهنگران نامیدند. آهنگران اینجا بیشتر از 100 نوع آلات روزگار را تهیه می کنند که مردم به آنها احتیاج دارند. شیرعلی علیف نیز زاده این منطقه است و هنر را از گذشتگانش به میراث گرفته است. اما او میگوید نظر به سالهای پیش استاخانه ها کمتر شده و دوام دهندگان این کسب نیز کاهش یافته است، چون که جای آلات دستی را تکنیک عوض کرده است. سالهای پیش مثال یک ماه به 100 دانه دست فروشه، حاضر مثال 10 دانه. سالهای پیش اساساً مردم دستی مهنت میکردن، حاضر مثال اساساً تکنیک بسیارتر برآمدگی. ولی جمعیت آهنگران ناحیه 8 میکوشد که با جلب هنرمندان منطقه توجه را بیشتر نماید. به این خاطر روز 19 اپریل دهها آهنگران از کشورهای آسیای میانه به اینجا جمع آمدند و دسترنج خویش را به نمایش گذاشتند و با هم تبادل اندیشه نمودند. استا مظفر از ناحیه شهرخان ولایت اندیجان به این انجمن آمده است و خیلهای گوناگون کارت‌های دستی ساختش را به نمایش گذاشت. او میگوید با این هنرش بسیار مهمان منطقه های گوناگون تاجیکستان میگردد. azaldan ustalarimiz bizga narxlarni belgilab از ازل استادان ما نرخ نهایی یک کارد را برابر به 1 کیلو گوشت معین کردند و چنین وصیت نمودند. یعنی حقمزد استا حالا برای یک کارد موافق به 120 سام است. ما همین انعنه را davom dada ایستاده‌ایم. azaldan usta bobolarimiz bizga ham xuddi shunaqa deb o'rgatgan. در این همایش چندی از هنرمندان سابقه دار منطقه با سپاسنامه ها سزاوار گشتند و محققان اثرهای نوشان را عاید این هنر معرفی ساختند. تاش میرزا نار میرزایف، یک از میراثبران این کسب که فعلا در کشور روسیه کار و اقامت دارد، از سوی کهنسالان دعای ارواح پیر را گرفت و طبق عادت انعنه کمربسته را اجرا کردند. او از راهنمایانشان جامه و کمربند گرفت تا کسب باستانی را حفظ کند و به دیگران میراث گذارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه 8.